سلام، خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. قراره که درباره رشته گرافیک صحبت بکنیم. اینکه چجوری شروع بکنم، برم دانشگاه یا نرم دانشگاه، کارمندی کار کنم یا فریلنس، اگه فریلنسری میخوام کار بکنم چجوری کار پیدا بکنم. قبل از هر چیزی من ارغوانم، گرافیست و عکاس و هر صحبتی که اینجا میشه صرفاً تجربه شخصی خودمه، نه کاملا درسته نه اشتباه. کلا رشته گرافیک تقریبا 80-90% مردم وقتی که اصلا بهش فکر میکنن یا درباره گرافیک صحبت میکنیم، اولین چیزی که ذهنشون میاد و فکر میکنن هست نقاشی و طراحیه، ولی کلا صرفا فقط این دوتا نیست. مثلا تا زمانی که من درسشو داشتم میخوندم تقریبا 8 سال پیش، درس هایی که ما داشتیم تاریخ هنر ایران و جهان بوده، خوشنویسی، صفحه آرایی، مبانی هنرهای تجسمی. حالا الانم رشته فوتوگرافیک اومده که اصلا نمیدونم درساشون اینا چیه، ولی دارم صرفا میگم که هر درس و اینا هم که داشتیم هر کدوم میتونست یه شاخه کاری باشه واسه خودش. حتی ما عکاسی داشتیم. مثلا خود من اینجوری بودم که اون موقع فکر میکردم عکاسی هم دوست داشتم و فکر میکردم که عکاسی رو باید مثلا یه رشته توی دانشگاه برداری، ولی وقتی که مثلا متوجه شدم و میخواستم بیام گرافیک بخونم، اولین چیزی که من گفتن که هم رشته پرهزینه، یه وقتای قرار شب تا صبح بشینی کار بکنی و مثلا یکی از درساش عکاسیه و مثلا باید هزینه دوربین و تجهیزات و اینا بود که من اصلا اینجوری بودم که این همون رشته‌ایه که من میخوام، چون هم هنر و نقاشی و این داستانا رو خیلی دوست داشتم و هم فهمیدم که عکاسی هم یکی از درساشه. برام اینجوری بود که نور علی نوره، من همینو میخوام، همینو بدید من برم. و یکی از مزایاش این که شما از هنرستان شروع کنید، چون خیلی ها مثلا از تجربی و انسانی حالا رشته نظری میخونن، بعد اگه دوست داشته باشن توی دانشگاه میخونن. مزایاش اینه که همه چیز کلیتش رو تو همون هنرستان یاد میگیریم. مثلا حالا یکی از باگ‌هاش توی دانشگاه این بود که من هر چی توی دانشگاه خونده بودم همونا تکرار چیزایی بود که توی هنرستان خوندم. و وقتی مثلا یکی از استادان گفته بودم، گفتش که ما دستمون بسته است، چون مثلا خیلی از رشته‌های دیگه اومد بشین از اول اینا رو بگیم. حتی تا لیسانس تقریبا تکراری بود. نمیگم همش، ولی چون که حالا به مراتب میرفتیم خیلی از نرم افزارها رو هم بهمون یاد میدادن، مثلا افتر افکت و اینا که حالا اصلا اینا توی چیز نبود، توی مدرسه اینا بهمون یاد ندادن، فقط همون از فتوشاپ و اینا شروع شده بود. کارگاه‌های نرم افزاری دارین، سیستمی، کارگاه لابراتوار دارین احتمال زیاد اگه فضای عکاسی اینا رو دوست داشته باشین، کارگاهی که فقط بشین طراحی بکنین، نمیدونم اسمش چی بود، فکر کنم اسم صندلیایی که روش می‌نشستیم خرک بود اگه یادم باشه درست. و این کلا از مبحث انتخاب رشته گرافیک. خب میرسیم به این که گرافیک دقیقاً چیه. من الان این رشته رو بخونم، برم سر کار، قراره چی کار بکنم. ببینین، گرافیک میشه طراحی پوستر، طراحی تراکت، طراحی بروشور، طراحی میشه، ولی ممکنه که توی مدرسه و دانشگاه اتود دستی بهتون یاد بدن، ولی کلا میره نرم افزاری میشه. نرم افزارها فتوشاپ، الستریتور، کورل و حالا به تدوین و اینا که کاری نداریم. این سه تا حالا تقریبا اصلیاشن که مردم همه باشون کار میکنن، انجام میدن. شما در آینده میشید طراح گرافیک که طراحی کارت ویزیت، تراکت، تمام کارهای تبلیغاتی که چاپ میشن یا حتی توی فضای اینستاگرام منتشر میشن، شما بخواید بنر بزنید، چه برای پست چه برای استوریا، حتی تامنیل یوتیوب، تمام این طراحی ها میشه کار شما، که حالا چه چاپی باشه چه چاپی باشه، چه توی فضای مجازی بخواد استفاده بشه. کارهای چاپی هم تقریبا گفتم، حتی تا صفحه آرایی و طراحی جلد و مجله و البته این چیزا حالا کمتر پیش میاد الان. در واقع مفصلش رو مختصر بگم، حتی تا مهر و تا بیلبورد و دیگه از این قضایا تقریبا اینا میشه کار شما. مفصل تر خواستین حالا توی کامنت ها میتونین بپرسین، براتون توضیح بدم. فرق بین نقاشی و گرافیک بخوام اگه بهتون توضیح بدم، نقاشی اینجوریه که شما هر چی که دلتون بخواد، هر سبکی میکشین، کارتون رو میذارین، میگین این کار منه، یا طرف ازتون میخره یا نمیخره. ولی توی گرافیک شما کارفرما دارین.
و طبق خواسته اون بعد براش مثلا پوستر بزنید و پوستر در نهایت با تایید اون به چاپ میرسه. یعنی ممکنه که هر چیزی که شما بزنین کلی تغییرات داشته باشه. این یه ذره بین این دوتا بخوایم مقایسه کنین تو مخه، چون بعدها شما ممکنه که ادیت زیاد بزنید یا بستگی داره. هر چقدر هم شما باید مجاب بکنید که بنا به کارش از چه رنگی، از چه نمادی، چه جوری استفاده بکنه، چه چیزی بهتره و خیلی بهتره که شما بهش مشاوره خوب بدین. و با این که میدونم خیلی مشاورهای شما رو شاید جدی نگیرن چون بستگی بازار کارتون داره، ولی در هر صورت این شکلیه که نمیتونیم بگین که من این پوستر رو زدم یا اوکی یا اوکی نیست، چون قطعا تغییرات داره. و این هم میتونه یه باگ ریزی باشه از گرافیک. دارم کلا بهتون توضیح میدم که اگه فکر میکنید که نمیتونید خیلی زیاد سر و کله بزنید با کارفرماتون، میتونه براتون یه ذره قضیه تو مخ باشه. در واقع مبحث بعدی، دانشگاه برم یا نرم. اولا که بچه الان خودشون خیلی راحت میتونن تصمیم بگیرن، از انتخاب رشتهشون تا اینکه دانشگاه برن یا نرن و هر چیز دیگه. چون باز نمیگم خیلی فاصله سنی بوده، ولی باز تا سنهای ما چون میدیدم اینجوری بودن که خانواده دوست داشتن بچه ها حتما دکتر بشن یا مهندس بشن و از این جور داستانا. همیشه واسه هنر و این داستانا همه هنر رو خیلی یه چیز ضعیف و بیکاربرد میدونستن. ولی واسه دانشگاه رفتم من نمیگم که خوبه نمیگم بده، بستگی به خودتون داره. مثلا اینجوریه که میتونیم وارد یه محیط جدید بشین، بیشتر وارد اجتماع بشین، یه ذره اینجوریه که بتونین کاراتون رو بیشتر خودتون انجام بدین. و اگه بخوام بگم اگه مثلا حتی کار پاره وقت هم انجام بدین کنارش، حالا حتما تو حوزه کاری خودتون نمیخواد باشه، میتونه اینجوری باشه که کنار زندگیتون، باشگاهتون، کارتون، دانشگاهتون، هندل کردن اینا، مسئولیت پذیری اینا براتون خوب باشه. اینکه وارد یه جای دیگه میشین، مثلا از کوچیکترین چیزش شما مثلا یه کنفرانس بخواید داشته باشین، مخصوصا شاید الان چون توی ایران زندگی میکنیم کلاسامون همه کلا یا دختر یا پسر بودن، این یه ذره تفاوته، میتونه حتی روی اعتماد به نفستون اینا تاثیر داشته باشه. جایی که میخواین جدید برین، با آدم‌های جدید میخواین آشنا بشین، اگه از این لحاظ فکر می‌کنین براتون خوبه، مناسبه، دوست دارین تجربهش کنین، خوبه. ولی از لحاظهای دیگه این که بخواین بگین که مدرک مهمه یا نیست، بستگی به این داره که بعدها آیا میخواین جای کار بکنین که مثلا شرکت خیلی مهمی باشه، دولتی شاید باشه. این شرکت‌ها مثلا مهمه که براشون شاید رشته تحصیلتون لیسانس دارین ندارین، به مبلغ درآمدتون میتونه بستگی داشته باشه. یا خیلی جا اصلا شاید مثلا لیسانس اینا نداشته باشین، اصلا براشون مورد تایید نباشه. میگم خیلی اون شرکته باید خیلی مهم و حتی شاید دولتی باشه، چون شرکت‌های معمولی و اینها الان من یه چند جا کار داشتم سابقه اصلا نپرسیدن حتی. از این لحاظ هم که میتونیم مدرکش رو بخریم، باید بگم که فکر نمی کنم که اونایی که مدرک رو میفروشن اعتبار داشته باشه. چون خیلی ها مثلا اونایی که میخواستن مدرک بگیرن توی سن 30 خورده یا اینا باز میان دانشگاه ثبت نام میکنن و قطعا اون آدم توی اون سن حوصله نداره که بیاد با چندین سال از خودش کوچیک‌تر یه جمعی از اونا بخواد درس بخونه و این داستانا. پس وقتی که داره وقتشو میذاره کنار اون حجم از کارش و اینا بخواد درس بخونه، قطعا اون مدرک خریدنا زیاد اعتباری ندارن. ولی باز این هم هستش که شما میتونید خیلی جا میپرسن و میگن که جاهایی که مثلا درس فتوشاپ، کورل، الستریتور اینا رو میدن، مثلا از اونا مدرک بگیریم چی، اونم اوکیه. در کل اگه غیر از این که بخواید با محیط جدیدی آشنا بشین براتون مهم نیستش، این میتونین نخونین حتی. چون خود من از ترم 2 رفتم سر کار توی همون حوزه رشته کاری خودم و هر چیزی که یاد گرفتم توی سر کار بوده. حتی اگه دانشگاه بهتون یاد بده که با نرم افزارهای فتوشاپ، الستریتور، افتر افکت یا هر نرم افزار دیگه‌ای چجوری کار کنین و شما فول باشین، این که با مشتری چجوری برخورد داشته باشین خیلی مهمه. مثلا چون از سن پایین وقتی شروع می‌کنی و تجربه نداری، نمی‌دونی که مشتری چجوری هندلش بکنی، بخوای با مشتری صحبت بکنی، اینا هم خیلی خوبه. مخصوصا مثلا من خودم از استارتی که زده بودم توی دفتر تبلیغاتی بود، تقریبا مغازه بود واقعا. همزمان که دانشگاه درس میخوندی و اینا، اینور مثلا کار میکردی، خیلی اولش استرس داری و نمیدونی مثلا با مشتری باید چجوری صحبت بکنی.
اینا خیلی تاثیر داره. اگه همزمان باهاش باشه که عالی میشه. خیلی یه پله تمیزیه که همزمان داری آموزش میبینی و همزمان داری اجراش میکنی، اما داری میخوای صحبت بکنی. این تجربه خودم بود صرفا. حالا دیگه اگه خودتون بخواین دانشگاه درس بخونین یا نه، باز مال خودتونه. میگم تجربه های من نه صرفا درستن نه غلط، فقط دارم بهتون توضیح میدم. این از میخوام وارد بازار کار بشم، کارمندی کار کنم یا به صورت فریلنس؟ اول اگه هیچ تجربه‌ای ندارین، بهتره که برای استارت زدن کارمندی کار کنین. هر کدوم مزایا و معایب و سختی‌ها و آسونی‌های خودشونو دارن، ولی کلا میگم اگه صفر، هیچ تخصصی ندارین، سابقه‌ای ندارین با مشتری و این داستانا، میتونین که کارمندی رو استارت بزنین. خیلی خوبه که با شرکت کار کنین. از مزایاش، از خوبیای کارمندی اینجوریه که شما سر ما چه کار زیاد باشه چه کار کم باشه، یه حقوق همیشه ثابت براتون واریز میشه. ولی این توی فریلنسری متغیره، بستگی به پروژه‌هاتون داره. دقیقاً اینه که شما یه مغازه دارین که مثلا بستگی داره با تبلیغاتتون که چقدر مشتری بیاد و چقدر نیاد. ولی در هر صورت شرکت اینجوریه که شما برای یه شرکت هر کاری که بخوان انجام میدین توی حوزه خودتون با همون مبلغ ثابتی که باتون صحبت کرده بودن. نمیگم فریلنس اینجوری که شما دارین پول پارو میکنین، همش بستگی به خودتون داره. ولی ممکنه هم هستش یه وقتایی اصلا کار زیاد نباشه، ممکنه که حتی مثلا یه وقتی خودتون حوصله داشته باشین کار نگیرین. خیلی دیگه بخوام راجع بهش صحبت کنم فضاش گسترده است. ولی خوبه که تا جایی که خودتون متوجه شدین و میدونید که کارمندی تا چه میزانی براتون لازمه، شما باید با چاپخونه‌ها کار کنین، با جاهای مختلف اگه بتونین حوزه‌های مختلف کار بکنین. همیشه باید خلاقیت داشته باشین و کارتون بروز باشه. همیشه من هنوزم میخوام واسه جایی که حتی قبلا براش طرح زده بودم بخوام دوباره کار کنم، هنوز من کلی کار میبینم، کلی باید ایده ببینم. چون مثل یه لباس که هر چند وقت یه بار مد میشه، لباس جدیدی میاد، طراحی هم همینه. نمیتونین یه سبکو تا چندین سال کار بکنید. همیشه باید سبک حتی طراحیتون هم آپدیت کنید هر چیزی که مد میشه، چون مشتری اونا رو میبینه اصلا میگه که سبک طراحیت قشنگ مشخصه که سبک طراحیت خیلی قدیمیه. دیگه زیاد دارم صحبت میکنم، خیلی داره زبونم قفل میشه. حالا الان من دیگه کارمندی رو اوکی ام، میخوام دیگه فریلنس کار کنم. چجوری برم فریلنسی کار کنم؟ ببینین شما بالاخره وقتی تا یه حدی کار میکنین این شکلیه که دور و بر یا دوست و آشنا هم متوجه میشن که مثلا ارغوان کار طراحی گرافیک انجام میده. خب این کارت ویزیت رو برامون میزنه، طراحی فلانجا رو برامون میزنه، از این ور اون ور. و وقتی که شما وارد اجتماع میشین کلا کار و اینا براتون جور میشه، پیش میاد و تقریبا خودتون رو باید جا بندازین و شناخته بشین. یعنی یه تایمی پیش میاد که شما ممکنه که خیلی شلوغ شده باشین، چون هم حجم کاری شرکت رو دارین، هم ممکنه که توی خونه میایین سری کار داشته باشین. ولی خب وقتی که میخوای تغییر شغل بدی، این داستانا رو هم داره به خودش. به یه جایی میرسی که تو باید این ریسکو بپذیری، قبول کنی که از اون درآمد ثابتت بکشی بیرون و الان دیگه مشتری و کار خودتو داشته باشی. هر کاری سختی خودشو داره، خاکخوری اولشو داره. شما این مراحل رو بگذرونین، شاید حتی تقریبا هم میتونم به طور متوسط بگم 6 ماه حداقل باید داشته باشین. باید این جسارت رو توی خودتون داشته باشین که اون ریسک رو داشته باشین و بتونید اون کار ثابت رو از اون درآمد ثابت دل بکنید تا بتونید درآمد حتی بیشتری داشته باشید. نمیتونم بینش فرق اونجوری بزنم، ولی من با درآمد کارمندی هیچ وقت راضی نیستم و اصلا هیچ وقت دخل و خرجم باش جور در نیامد. از چطوری بگم، از چیزهایی که باعث شد من کلا کارمندی زده بشم و چی شد که اصلا کلا فهمیدم که نمیتونم کارمندی کار بکنم. بعدها متوجه شدم که من نمیتونم هر روز صبح سر یه ساعت مشخص باشم، هر روز یه جا باشم، هر روز باید سر یه ساعت برگردم خونه. نمیتونم. این بعدها متوجه شدم که این چیزا تو وجود من نیست. من اواخرش افسردگی گرفته بودم، واقعا اصلا حالم خوب نبود و هرچی میدویدم انگار روی تردمیل بودم، هرچی در می آوردم کلا نمیفهمیدم چی میشد. یعنی تا سر ماه بعدی کلا اواخرش دیگه پولی برام نمیموند، اندازه همون ماه هم بود. هم از درآمدی دوست نداشتم، هم از اینکه هر روز یه جای تکراری باشم، هر روز یه کار تکراری بخوام انجام بدم.
خیلی برای من سخت بود. الان که بخوام بهش فکر بکنم، یکی به من کلی پول خوبم پیشنهاد بده واسه کارمندی، انگاری که دست گذاشتن رو گلوم دارم خفم میکنم وقتی بهش فکر میکنم. اگه آدم منعطفی باشی واسه سخت کارمندی، ولی در نهایت اولش خوبه که تجربه بکنی. زیاد مباحث رو باز نکردم که ویدیو بخواد خیلی طولانی بشه. اگه سوالی داشتین میتونید توی کامنت ها بپرسین. اگه مختصر بود همونجا جواب میدم. اگه ندیدم که کامنت خیلی از همتون، خیلی از افراد باشه، سعی میکنم که ویدیو درست کنم. اگه ویدیو هر نقصی داشت، هر جوری بود، خیلی ممنون میشم، چون که این اولین ویدیو یوتیوبم بوده. به هم بگین باگ هامو که همه رو برطرف بکنم. براتونم آیدی پیج هامو، هم پیج عکاسی هم پیج طراحی گرافیکم رو براتون این پایین میذارم، جهت دیدن نمونه کارهای عکاسیم، یا کلا اگه خواستین پیج دیزاینم رو داشته باشین میتونین با من در ارتباط باشین. ممنون هم میشم که اگه براتون مفید بود، دوست داشتین، کانالمو رو سابسکرایب کنید. و غیر از این صحبته، قراره که تو ویدیوهای آیندم هم پشت صحنه کارهای عکاسیمو بذارم. حالا راجع به اون الان صحبت نمی کنم. اگه پیج های اینستاگرام هم که دارین که حالا بعد هم مثلا میذارم که قراره چه ویدیوهایی بذارم. چند تا از سوالای شما: در حال حاضر از درآمدت راضی هستی؟ گفتم درآمد خیلی بالا پایین داره، بستگی به خودت داره. در واقع من فکر میکنم امسال میشه 3 سال که فریلنس کار میکنم، راضیم. نمیگم که خیلی رویاییه و این داستان ها، نه، ولی میتونم این شکلی بهتون بگم که من توی دوران کارمندیم که آخرین بارشو میخوام بهتون بگم 1 سال توی شرکت بودم، نتونستم یه سپایه واسه دوربینم بگیرم. ولی طی چند وقت کار کردن فریلنسریم، نه تنها سپایه، خیلی از تجهیزاتم رو تونستم بگیرم. انقدری که برام شده بود رویا، و واقعا روزی که من سپایه دوربینم گرفتم اشک شوق ریختم، چون فکر میکردم که نمیتونم بهش برسم. و اولش هم اینجوریه که تو بسته مغزت بساس فکر میکنی که خب همه اینجوریان، همه دارن کارمندی پول در میارن، همه مگه بقیه دارن چجوری کار میکنن، بقیه هم دارن همه میرن یه جایی سر کار کار میکنن که پول در میارن. نه، تا تو از یه محیطی نیای بیرون متوجهش نمیشی. حتی انگاری که بخوام این شکلی بهتون بگم، انگاری که توی ماتریکسی، انگاری که توی یه دنیای دیگه این که مثلا باید حتما واسه کسی کار کنی. وقتی از اون فضا بیای بیرون متوجه میشی که تو چه جایی بودی. حالا شاید واسه من خیلی این داستان سخت بوده، شاید شما دوست داشته باشین و اوکی باشین باش، کلا دوست داشته باشین کارمندی کار کنین، براتون خیلی راحت تره. دوست داشته باشین که کلا یه جای ثابت برین، از اینکه تغییر کنین، از اینکه مثلا مثل من یه روز برین عکاسی، یه روز برین تولید محتوا، یه روز مثلا توی خونه باشید، براتون جای ثابت بودن خیلی براتون راحت تر باشه. ولی من این شکلی نبودم. سوال بعدیتون که خودت آدم موفقی میدونی؟ آره، ولی هنوزم خیلی چیزا هستش که باید برم و بهشون برسم. اینا تازه قدم‌های اولم بود. تو خودت رو بیشتر عکاس میدونی یا گرافیست؟ اصلا کدومو بیشتر دوست داری؟ کلاً آدمای هنری خیلی هنر فراره. حتی اگه شما بازیگری خودمون حتی دیده باشین، غیر از بازیگری مثلا نقاشی میکنن، مثلا مجسمه سازی میکنن. کلا هنر اینجوریه. الان من تو اوقات فراغتم نقاشی هم میکنم و واقعا دوست دارم، نه سبک خاصی، ولی عکاسی رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون یه سری سبک‌های خیلی خاصی رو دوست دارم و دارم به مرور اجراشون میکنم و امسال قراره که خیلی پرکارتر بشم. به نسبت عکاسی رو بیشتر دوست دارم و همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، سرتون رو درد نیاورده باشه انقدر صحبت کردم. اگه ویدیو راجبه تو این حوزه ها یا هر چیزی که دوست داشتین من براتون درست بکنم، میتونید توی کامنت ها بذارین، کلا نظرتون رو بگین که ویدیو بعدی اصلا چی باشه. خیلی ممنون. خداحافظ.